دوام 15 دقیقه با پیشنهاد خبرهای تاجیکستان و جهان، من مومین احمدی با شما هستم. سلام بیننده عزیز، امروز 15 ینور است. نگاه به سرخط خبرهای برنامه. تفصیلات رید در یک مرکز سودای مسکو. مهاجران میگویند گواردیای ملی و پلیس روسیه بیش از 300 مهاجر را بازداشت کردند. سفر پرزیدنت ایران به تاجیکستان. کارشناسان میگویند پس از ناکامی در خاورمیانه، تهران به آسیای مرکزی و روسیه توجه خاص نشان میدهد. کی نیروگاه آب و برق خانه‌های سرد و تاریک ساکنان شهر راغون را گرم و روشن خواهد کرد؟ سوید نیست، اینترنت نیست، آنتن نیست که یک کس زنگ زنید در اینجا. این هفته پس از تعطیل سال نو، در کارخانه و بازارها در روسیه باز شد و مقامات این کشور دوباره به شکار مهاجران آغاز کردند. از جمله روز گذشته پلیس روسیه در یک مرکز سودای مسکو تفتیش انجام داده 10 مهاجر را بازداشت کردند. در نوارهایی که کاربران بر رادیو آزادی فرستادند، صحنه فرار مهاجران و ورود و بازداشت آنها دیده می شود. رسانه‌های روسیه نوشتند که این رید را پلیس و گواردیای ملی روسیه انجام داده است. همکارم اسکندری خواجه میرزاده بر اساس این نوارها گزارش آماده کرده است. ورود ماشین‌های پلیس و گواردیای ملی روسیه به مرکز سودای پرینس پلازای کنار ایستگاه متروی تیوپلیستان در شهر مسکو. کارمندان دو نهاد انتظامی روسیه روز 14 ینور برای تفتیش مهاجرانی که در این مرکز کار میکنند رفته بودند. این صحنه فرار مهاجران است که از ورود کارمندان پلیس خبر یافتند. یک تن از نزدیکان مهاجران که در این رید بازداشت شده است گفت پلیس به کسی رحم نکرد و حدودی 300 مهاجر را که اکثرشان تاجیکستانی بودند با خود برد. در این نوار دیده می شود که 10 مهاجر دست پشت هم به اتوبوس پلیس سوار می شوند. نزدیکان مهاجران بازداشت شده در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که هنوز سرنوشت آنها معلوم نیست. در بیشتر حالتها پلیس روس اکثر بازداشت شده ها را جریمه و اخراج می کند. رسانه های روسیه نوشتند 10 مهاجری که بود و باششان قانونی نبود در این مرکز سودا بازداشت شدند. مقامات روسیه میگویند سال 2024 بیش از 80,000 مهاجر را از روسیه اخراج کردند. معلوم نیست چی تعدادی از آنها مهاجران تاجیک بودند. مقامات تاجیک میگویند تنها در نیم سال گذشته 17,000 تاجیکستانی از روسیه اخراج شده است. قرار است امروز مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران نخستین بار با سفر دولتی وارد تاجیکستان شود. در جریان بازدید او با رئیس جمهور امامعلی رحمان ملاقات خواهد داشت و دو طرف همکاری‌های سیاسی و اقتصادی را بررسی می‌کنند که در چند سال گذشته بیشتر و بیشتر شدند. همکاری با ایران سالها زیر تحریم است و با قدرت‌های جهانی در کشمکش برای تاجیکستان و آن کشور چی اهمیت دارد؟ همکاران ما این مسئله را بررسی کردند و کیومرث عطا در استودیو با ماست. کیومرث، تحلیلگران از این سفر چی انتظار دارند و درباره آن چی میگویند؟ البته مومن به امضای سندهای همکاری نمی شود و طبق خبرها ممکن است که دو طرف بستن نوی سازشنامه‌های اقتصادی را به امضا رسانند. یک تحلیلگر سیاسی از دوشنبه در صحبت با ما گفت که تهران در خاورمیانه شکست خورد یا ناکام شد و آمدن دونالد ترامپ به مقام رئیس جمهوری آمریکا می تواند که به معنای فشار و انزوای بیشتر ایران باشد. در این شرایط ایران سعی میکند رابطه‌هایش را با آسیای مرکزی و جنوبی، روسیه و کشورهای مشترک المنافع رواج دهد. تاجیکستان نیز به همکاری‌های اقتصادی و همکاری در زمینه امنیت و مبارزه با تهدیدها از جنوب به خصوص افغانستان علاقه‌مند است. خود وزارت کارهای خارجه هم گفته است که همکاری‌ها با ایران که یک کشور همزبان و همفرهنگ است از اولویت‌های سیاست خارجی تاجیکستان به شمار می‌رود. بر اساس آمار سال 2024 دادگیری بین تاجیکستان و ایران تا 336 میلیون دلار را تشکیل داده است.
در واقع کیومرث این رقم بزرگی به حساب نمی رود و قبلا گزارشات درباره عزم تاجیکستان برای سرمایه گذاری در ایران هم نشر شده بود. بله مومن، شاید به همین دلیل باشد که دو کشور نظام روادید یا نظام ویزا را بین دو کشور از بین بردند و تاجیکستان انتظار دارد که سیل سیاحان ایرانی به کشور می رسد، ولی هنوز این چیز مشاهده نشده است. دوشنبه در گذشته میل خود را به بندر چابهار که ایران قصد داشت آن را به یک مرکز بزرگ حمل و نقل تبدیل کند نشان داده بود، ولی جزئیات از آن هم در دست نیست. ماه می سال 2022 در پس منظر مناقشه در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان از باز شدن کارخانه تولید پهپاد ابابیل 2 ایران در تاجیکستان خبر رسید، ولی البته در سالهای بعدی هیچ دلیل تصدیق کننده در این زمینه نشر نشد. کارشناسانی که ما با آنها صحبت داشتیم گفتند که به دلیل سرمایه‌گذاری های ناموفق گذشته ایران در تاجیکستان و هم کمبود منابع مالی آزاد در تهران، اجرای برنامه‌های بزرگ دو جانبه دشوار خواهد بود. دیگر اینکه عبدالمومن، سایه کشمکش‌های سالهای پیشین تا هنوز از سر روابط دو طرف دور نرفته است. مثلا حزبی در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی برای مدت دراز موضوع بحث دو طرف بود. دوشنبه ایران را به دلیل پشتیبانی از این حزب به تلاش برای تبادلات دولتی و هم دامن زدن به جنگ داخلی متهم می‌کرد. بعداً در سال 2019 هم روابط دو کشور رو به بهبود آورد. حالا اینکه آیا دو طرف می توانند اعتماد کامل را بین هم برقرار کنند، سوال اساسی بازدید مسعود پزشکیان از تاجیکستان باقی میماند. بله، تشکر همکارم کیومرث عطا درباره سفر مسعود پزشکیان به دوشنبه و انتظارات و نظرها درباره آن صحبت میکرد. بیننده گرامی، در برنامه فردا دایر به این سفر گزارش کامل خواهیم داشت. در تاجیکستان همزمان با شکایت مردم از نارسایی نیروی برق و خانه‌های تاریک و سرد، ساختمان نیروگاه راغون ادامه دارد. نیروگاهی که آن را مسئله حیات و ممات کشور نامیدند و امیدوارند که تاجیکستان را از کمبود برق در فصل‌های تیر ماه و زمستان خلاص می‌کند. خبرگزاری فرانس پرس درباره این مشکلات و جریان ساختمان راغون گزارش آماده کرده است که آن را همکارم طاهر سفر تقدیم می‌کند. مستعدین محمودزاده در یکی از دهه‌های زیبای نزدیکی راغون زندگی می‌کند. در نزدیکی عظیم‌ترین نیروگاه برق آبی تاجیکستان که ساختمانش ادامه دارد. ماه سپتامبر اوکا میشود، من اوکا میشود. باید هم وقت پرابلم سر میشود، دیگه سوید نمیبیو، دیگه سوید تو خواهیم مقصد ای ساعتی 5 ساعت تا 8 ساعت بیگای ای 5 بیگا تا 11 شوای. بین فنری از ما رو میگیریم علام میکنیم. مسلحدین و خانواده‌اش باید 2 سال دیگر صبر کنند تا از بی‌برقی خلاص شوند، چون نیروگاه راغون هم حالا خانه آنها را روشن کردن نمیتواند. پرابلم است ناونو همین نیوخه. سوید نیست، اینترنت نیست، آنتن نیست که یک کس زنگ زنید در اینجا. یک زنه کسل میشه، یک بودا کسل میشه. دیگه نیست که پدر مادرت زنگ زنی یا یور رفیقت زنگ زنی بیان برانه. نارسایی نیروی برق در تاجیکستان یک مشکل اصلی برای مردم به حساب می رود و هر سال مایه خجالت حکومت شده است. مردم هم از ناچاری هیزم و انگشت می سازند و عائله های کامل هم از دود انگشت هلاک شدند. یگانه امید به نیروگاه راغون است که ساختمانش سالهای شوروی آغاز یافت و حالا دورتر از خانه نیمه ساخته مسلحدین ادامه دارد. نیروگاهی که با اقتدار 3600 مگاوات عظیم‌ترین نیروگاه برق آبی در آسیای مرکزی خواهد بود. در این شب و روز زیاده از 17000 مردم کارمندان در این ساختمان عظیم عصر کار و فعالیت کرده ایستادند. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان چندی پیش گفت که تا 2 سال بعد از حساب نیروگاه راغون و دیگر نیروگاه‌های موجود مردم کشور منظم با نیروی برق تامین می‌شوند. این ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون آرزوی دیرینه ملت تاجیک می باشد، چون که بعد به اتمام رسیدن این ساختمان ملت تاجیک از بحران انرژیتیکی می براید. حالا 2 چرخه نیروگاه به کار انداخته شده است. 4 تای دیگر باید نصب شود و آنگاه نیروگاه با تمام توانایی نیروی برق استحصال می کند.
برای این سربندی عظیمی را باید ساخت تا آبی بیشتر در آب انبارش جمع شود. ساختمان سربند نیروگاه مرحله به مرحله صورت میگیرد. در پیش ما حکومت جمهوری تاجیکستان وظیفه گذاشته است که ما تا ماه اوگوست سال آینده سال 2025 به سطح 1110 برآییم. در صورت تکمیل سربند راغون 335 متر و بلندترین در جهان می شود و به قول حکومت از نیروگاه نه تنها تاجیکستان بلکه تمام کشورهای آسیای مرکزی بهره خواهند برد. ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون دوران شوروی سالهای 80 شروع شده بود. مقصد آن تأمین جمهوری تاجیکستان با نیروی برق، نه تنها جمهوری تاجیکستان حتی منطقه آسیای میانه و اینچنین تنظیم آب در منطقه آسیای میانه بود. سالهای اخیر خراجات برای ساختمان نیروگاه راغون را زیاد تنقید می‌کنند که ارزش آن حالا به 6 میلیارد دلار رسیده است. حکومت هم مجبور است از سازمان‌های مالی بین المللی برای آن قرض‌های زیاده بگیرد. برنامه را با گزارشی از سوریه ادامه می‌دهیم. ماه گذشته در اولین ساعت‌های فروپاشی رژیم بشار اسد در سوریه درهای زندان معروف سید نویا در شهر دمشق باز شدند و تمام محبوسان آزاد شدند. اما هزارها نفر که نزدیکانشان در این محبس بینام و نشان شدند تلاش دارند که درباره سرنوشت خویشاوندانشان اطلاعی پیدا کنند. اخیراً خبرنگار ریترز هم از سید نویا زیارت کرده گزارش پیشکشی بینندگان کرد. آن را کیومرثی عطا تقدیم می‌کند. فروپاشی رژیم بشار اسد هزارها عائله سراسری سوریه را که از سبب جنگ پهن و پریشان و یا از سبب مخالفتشان به حکومت در زندانهای این کشور بودند به هم آورد. اما هزارها ساکن دیگر این کشور به مانند ابتسام الندیف و ابراهیم درجی تا هنوز نتوانستند به سؤالها درباره سرنوشت نزدیکان بینام و نشان شدهشان جواب پیدا کنند. یکی از فرزندان خانم ندیف را سربازان حکومتی هنگام عملیات در جنوب دمشق در سال 2018 به قتل رسانیده، دومی را در زندان مشهور سید نویا جای دادند. وقتی نیروهای ارتش سوریه به محله اصلی واقع در جنوب دمشق وارد شدند، افسران امنیتی فرزندم را به زندان سید نویا انتقال دادند. من پول دادم که پسرم را ببینم ولی از او آثاری نبود. ابراهیم دراجی که فعلا در اردوگاه یرموک به سر میبرد در اتاقهای دهشتبار سید نویا آثار از پسرش عمر را جستجو دارد که سال 2018 به حبس گرفته شد. بعد از شکست رژیم بشار اسد در ماه دکمبر سال 2024 که حکمرانی تخمیناً 50 ساله عائله اسد را خاتمه بخشید، حاکمیت داران نو درهای زندان و بازداشتگاه ها را گشاده هزارها نفر را آزاد کردند. در شهر و دهات سوریه صحنه‌های پر احساس همایش با محبوسان رژیم به چشم خورد. ولی سرنوشت ناروشن فرزندان برای عائله‌های زیاد باقی می‌ماند، زیرا معلوم نیست که در قبرهای دست جمعی سرشمار کی خوابیده است و سؤال دیگر هم این است کی برای این جنایت‌ها جواب می‌دهد. پسرم میگوید بس است، تو مردی سال خورده هستی، به خانه برگرد. من برگشتم، حال هم او را عمر ابراهیم دراجی را از روی رقمش جستجو دارم. آنها به محبوسان فقط رقم میدادند. رقم پسر من در اتاق زندانش 10912 بوده است. من عکس آن اتاق را گرفتم و برگشتم مراسم یادبود پسرم را گذرانیدم. اما برای هزارها عائله دیگر تنها عکس از اتاق محبس کافی نیست. سپاس که ما را همراهی نمودید. بیشتر خبرهای ما را در سامانه آزادی ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک، اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام و تیک تاک و ایکس پیگیری کنید. اگر شما هم خبری دارید لطفاً به ما بنویسید. اگر درست بود نشر میکنیم. با ما تماس بگیرید. خدا نگهدار یک و یک شما.